کجایی تو ماهر؟ ای دیگه ما رو نمیخوان بازم دارن میان بیرون. ماهر مقاومت مردم تموم شد؟ تموم نمیشن نمیدونم دارن از کجا میان. ماهر ما همه راه ها رو برای سرکوب مردم رفتیم، چیز دیگه‌ای به نظرت میرسه؟ به نظرم خوبه با احمدی نژاد تماس بگیریم، شاید اون یه راه حلی داشته باشه. احسنت، به خال زدی. تلفن بردار بیار. زود باش احمدی نژاد رو برام بگیر. نعم سیدی. الو. ای والله حلی برتو کوچیکتم احمدی. من مخلص آقای رئیس. من کار دارم، اگه کار ضروری داری بگو. امروز مردم اومدن تو میدون، پلاکارد دستشون گرفتن که روش نوشته از تو متنفریم، دیگه منو نمیخوان. تو که تجربه داری حالا چیکار باید بکنیم؟ ببین عزیز من، یکم حوصله کن. وای کردن که فایده نداره که. سوار هواپیماشو بیا پیش من. اهلا، چقدر خوشتیپ شدی امروز. ظرفه، بشین ترکم بریم. ماشی لاترشی باز شد. اهلا یا عظما، خدا نظامتون رو حفظ کنه. چی شده بشار؟ چرا انقدر خماری؟ مردم علیه من قیام کردن دیگه، لا یحبوننی. کلی پلاکارد آوردن روش نوشتن ما از تو متنفریم، یعنی لا یحبوننی، وضعیت غیر قابل تحمل. ببین این که خیلی ساده است. شهرها محاصره، آزادی ها مصادره، حکومت نظامی. ببین تو دود و دم و را بنداز، دروغ گفتن هم بگی پایه. احسن باریکنون طیبالا کل نفساتکم. احسن باریکنون. دروغ پایه، یعنی اینقدر دروغ بگیم که حرفامونو باور کنن ها. ببین اگر ثبات پیدا نکنیم دیگه ما رو نداری ها. موافقی؟ بزن بریم.